ایران برای ارتباط تجاری با اروپا تنها 3 مسیر دارد: ترکیه، آذربایجان و ارمنستان. با توجه به تنش‌های دیپلماتیک با 2 مسیر اول یعنی ترکیه و آذربایجان، ارمنستان تنها شاهراه ارتباطی ایران با اروپا باقی مانده است. تا دوره رضاشاه ایران 2 راه ارتباطی با ارمنستان داشت، اما رضاشاه با خیانت به وطن قره‌سوی استراتژیک را به ترکیه بخشید و امروز تنها مرز حیاتی ایران با ارمنستان منطقه زنگزور یا سیونیک است. آذربایجان با حمایت ترکیه و اسرائیل می‌خواهد در زنگزور دالانی بسازد تا به نخجوان و ترکیه متصل شود. این طرح خطر قطع کامل دسترسی به اروپا را دارد، چرا که تنها مرز ایران با ارمنستان را به اشغال رژیم دست نشانده آذربایجان در می‌آورد. اسرائیل نیز با پایگاه سازی در این مرز تهدیدی امنیتی و ژئوپلیتیکی ایجاد می‌کند. ایران به صراحت اعلام کرده که هرگز اجازه تغییر مرزها را نخواهد داد. زنگزور نه تنها مسیر ترانزیت بلکه آخرین سنگر برای شکستن تحریم‌های اقتصادی و نظامی دشمنان است. زنگزور فقط یک منطقه مرزی نیست، پل ارتباطی حیات اقتصادی ایران و سنگر امنیت ملی است. ایجاد کریدور زنگزور نه فقط برای ایران که به دلیل استقرار پایگاه‌های رژیم صهیونیستی در مرز ایران و ارمنستان به ضرر تمامیت ارضی این کشور خواهد بود، همچنان که رهبر انقلاب سال گذشته در دیدار با پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بر حفظ تمامیت ارضی این کشور تأکید کردند و گفتند جمهوری اسلامی ایران مسیر زنگزور را به ضرر ارمنستان می‌داند و همچنان بر این موضع خود ایستادگی دارد.